سلام بچه کافتی و حالتون چطوره؟ امروز اومدم واسه تون دو تا از بهترین اتچمنت ها AK-17 معمولی که من باشون پلی میدم گذاشتم که اتچمنت هایی که واقعا خیلی خوبه و فاصله دور و نزدیک و اینا رو نگاه نمیکنه، همشون رو وان شات میکنه. و شما فکر میکنید وان شات یعنی چی؟ یعنی اینکه یعنی جور میزنی که یعنی انمی تا میخواد تکون بخوره دیگه افتاده. این به این اتچمنت ها میگن اتچمنت های وان شات و اتچمنت هایی که خیلی سریع میزنن و خوب میزنن. و دیدم AK-17 خیلی طرفدار داره، همه AK-17 برمیدارم براتون. دو تا از بهترین اتچمنت هاشون رو آوردم که یکی با رداته، یکی هم بدون رداته. با ردات اونایی که ایمشون یکم خرابه و فاصله دور رو نمیتونن بزنن ردات رو بردارند که خیلی خوبه بچه ها. ردات و فاصله دور اینا رو خیلی نقطه میزنه. و یه اتچمنتی هم هست که بدون رداته. این اتچمنت بدون ردات خیلی خوبه، این هم مثل رداتشه ولی خب اونایی که ایمشون خوبه با ردات رو بردارن و پلی بدن و ایمشون خوبه بدون ردات بردارن. و دیگه اتچمنت ها رو واسه تون تو ویدیو گذاشتم و یکی آخر ویدیو هم یکی هم وسط های ویدیو واسه تون گذاشتم و دقیقه ویدیو رو کم گذاشتم که دیگه وقت شما تلف نشه. و یه ویدیو هم فردا براتون از روی نمای اکانتم که میخوام بفروشم میذارم که یه ویدیو بمب دیگه گفتم واسه تون که اکانتم آنچنانی چیزهای خوبی نداره ولی خوبه با میدارم پلی میدم و اینا و اکانت خوبی بچه ها که میخوام بفروشم. یه گوشی بگیرم، گوشی که لازم دارم و FPS بالاتری داشته باشه، مثلا FPS 90 رو بگیرم، خلاصه مثل این گوشی FPS 60 نباشه. و واسه تون گذاشتم دیگه ویدیوشو فردا میذارم واسه تون، ویدیو رونمای اکانتو. پس حتما ویدیو لایک کن، چرا سابسکرایب کن که به داداشتون حمایت بشه. و اینم از اتچمنتم که ردات داره بهتون بدم. و بچه ها صدگاهی هم که بهتون گفتم شدیم دیگه بریم واسه دیویستاییمون و که بتونیم داداشتون حمایت بشه و واسه تون بیشتر ویدیو بذارم، ویدیو شورتم که هر روز واسه تون میذارم. و امروز این ویدیو رو میذارم پاس میرم واسه تون ویدیو شورت میگیرم که چی بهتر باشه، چون ویدیو شورت من بیشتر میذارم دیگه. خیلی هم خوبه بچه ها که من دیگه تلاشم میکنم. و اینجا هم که آخرهای زومی بود بچه ها، ببینید این اتچمنت رداتشه که خیلی قشنگ میزنه. اینجا ویدیو شورتش هم براتون گذاشتم که ببینید چقدر قشنگ میزنه. بدون ردات ویدیو داشتم ولی گفتم 4 دقیقه بس ویدیو واسه یه اتچمنتی که میذارم. فعلا این 4 دقیقه باشه تا فردا که یه ویدیو خوب بذارم از رونمای اکانتمو و قرار اتچمنت های شادگان هم بهتون بدم. همه اتچمنت ها هر چی شادگانه اتچمنت هاشونو بهتون بدم، یه ویدیو هم از اون براتون درست کنم. و اینم از اتچمنت بچه ها میتون گرم تا ویدیو بعدی. خدافظ.